سلام ربات کوچولو. سلام، من آماده کمک به شما هستم. عالیه، بیا با هم بریم. به نام خداوند یکتا و بی همتا. سلام و وقت بخیر به همه شما عزیزان. به چینل نالج پارتنر خوش آمدید. بسیار خوشحال هستم که با درس دوم از سلسله آموزش های کامپیوتر در خدمت شما هستم. امیدوارم با انرژی و انگیزه آماده یادگیری بخش های عملی و جذاب امروز باشید. قبل از اینکه ما درس آغاز کنیم، چیزی که بر ما بسیار مهم است که باید داشته باشیم یک کامپیوتر، یک میز کامپیوتر و همچنان یک چوکی. البته یک کامپیوتر مکمل که شامل خود سی پی یو که به این شکل می باشه، کیبورد و همچنان اسکرین کامپیوتر می باشه و یک دانه ماوس که ما باید داشته باشیم و می تونیم که پروگرام ویندوز آغاز کنیم. البته موضوع درس امروز ما روشن کردن کامپیوتر، خاموش کردن کامپیوتر، ساختن فولدر، نام دادن به فولدر و اینکه فولدر چی است، وظیفهش چیست و ما داخل فولدر چی چیزا رو میگذاریم، این تمامش ما به شما درس میدم. خب به خاطر از اینکه ما سی پی یو را روشن کنیم، ببینین در خود سی پی یو اینجا یک بتن است. این بتن کلانه که میبینین، این ما فشار بدیم و کامپیوتر ما روشن میشه. و همین که ما کامپیوتر را روشن میکنیم به این شکل خود هم اسکرین ظاهر میشه. البته این میره به نام دسکتاپ یاد میکنن و این قسمت که است این را به نام تاسک بار یاد میکنن. از این قسمت تا آخره ایره برام تاسک بار یاد میکنن و این قسمت که ساباور نشان میده. اگر در قسمت طرف راست ببینین، اینجا دیت و تایم و امی وقت و ساعت و یاره نشان میده. در این قسمت چارچ خود امیمو اگر از طریق شما لپتاپ باشین، چارچ لپتاپ نشان میده که چقدر است و اگر در کامپیوتر هم باشین به می شکل این صدا و وای فای و تمام چیزا رو نشان میده. و این قسمت که است استارت مینو است. ببینید این وقت ما روشن میکنیم، در این قسمت کلیک میکنیم و اینجا ما میتونیم کامپیوتر خود ریستارت کنیم و در این قسمت که است میتونیم شت داون یعنی مکمل خاموش کنیم. ریستارت البته کامپیوتر یک اپدیت ریستارت میکنیم و او اپدیتش پورا میشه، پس کامپیوتر روشن میشه. شما پسورد میرسانید و این پس شروع میشه و شت داون که است کامپیوتر کاملا خاموش میشه. خب این پس ما به این شکل خاموش میکنیم و حالا ببینید طریقه فولدر ساختن. البته فولدر چی است؟ فولدر به این شکل مثل یک کارتن میباشه که شما این رو میگیرین و داخل از این میتونین عکس بانین، میتونین یک فایل سیف کنین. به طور مثال شما در پروگرام ورد میرین، یک متن نوشته میکنین و میتونین کنمو متن سیف کنین. خب حالا میخوایم یک فولدر بسازیم. همین فولدر رو میخواستیم بسازیم، ما یکی رایت کلیک است. وقتی که به طرف راست ماوس ما کلیک میکنیم، ببینید اینجا یک مینو باز میشه. اینه به نام مینو یاد میکنن. ما این قسمت بالای نیو کلیک میکنیم و بعدا بالای فولدر و ببینید فولدر ما اینجا ساخته شد. این نامش به می شکل نیو فولدر می باشه. اما اگر ما بخوایم که نام از این چنج کنیم یا تغییر بدیم، میتونیم باز هم رایت کلیک کنیم. اینجا که هست رینیم، بالای رینیم کلیک میکنیم و اینجا میتونیم مثلا فولدر خدا به نام ویندوز نام بدیم. خب و یا هر نام که شما خودتان خواسته باشید. مثلا میشه نام خوشتان نمیه، بازم رایت کلیک میکنین، باز در رینیم میرین و نامش میتونین مثلا احمد بانین. فایل مربوط احمد میشه. به طور مثال اینجا ببینید این تمام فولدرها است که ما از این کار میگیریم و در اینجا پن میباشه. نمیخواد از اینجا مثلا فولدر که ما کار میکنیم. به طور مثال اینجا من کلیک میکنم و این قسمت ما در گوگل میرم، اینجا رشته میکنم پکچر. و اگر شما پکچر نمیخواین نشته کنین، میتونین به فارسی نشته کنین تصویر.
به هر لسان که خودتان خواسته باشین. اینجا بالای از این کلیک میکنیم و وقتی که اینجا بالای ایمیج کلیک کنیم اینجا ببینیم هر تصویر آمده. بالا این تصویر خوشم آمد، مثلا کبوتر. این تصویر از سرش بازم رایت کلیک میکنیم، ببینید به این شکل. و ایره میتونیم سیف کنیم. مثلا اینجا ببینیم که آپشن سیو نداره. ای تصویر بعدی میریم. خب یک تصویر دیگر رو میگیریم. به طور مثال این تصویر خوشم آمد، از این کلیک میکنیم، هم پایین تر میایم و این تصویر رایت کلیک میکنیم و سیو ایمیج از، یعنی ایمیج در کجا ما سیو کنیم. این میزنیم، ببینید اینجا آمد. میریم در روی دسکتاپ خود و همین فولدر که ما در دسکتاپ تیار کردیم به نام احمد، این باز میکنیم و میتونیم میری یک نام بدیم، مثلا پکچر 1. یه سیو میکنیم. ببینید حالی رو خاموش میکنیم و میریم داخل فولدر. همین پکچر رو که ما خوش داشتیم ببینید اینجا باز شد و پیش ما ذخیره شد و اگه ما خواسته باشیم میتونیم میره به بسیار آسانی پیش خود ذخیره کنیم. و شما به می شکل میتونین هر پکچر فایل فولدر داخل، مثلا داخل همین فولدر میتونین که یک فولدر دیگه بسازین. ببینید این فولدر داخلش کلیک میکنیم، اینجا بازم رایت کلیک میکنیم، باز نیو فولدر و میتونیم یک فولدر دیگه داخل از این فولدر آماده بسازیم. مثلا نام از این رو میدیم ABC. وال ببینید ما قایم میکنم. پس وقتی که بریم در احمد ببینید همین فولدر ABC موجود است. خب شما این را پرکتیس کنید. اگه خوشتان آمد بعدا باز درس دوم چیزای دیگر رو به شما ما درس میدم و کدام مشکل داشتین میتونین از طریق کامنت بپرسین، حتما براتون ما جواب میدم. هفته یک دفعه ما میتونم لایف بیایم به شما تمام سوالاتتان جواب بدم. خب تا ویدیوی بعدی خداوند یار و مددگارتان باشه. خدا حافظ.